می حالا دیگر بگم پرسان جنرال. میکنم که می دولت سابق بسیار از پاکستان می نالید و هر گپش که می بود میگه پاکستان پاکستان. چرا یک روز می دولتشان شما نگفتین که بیاین که بریم سر پاکستان یک مزایل میزدین، یک بمباردمان میکردین، یک چی میکردین؟ یا الان پاکستان این می گپ میزنه که طالبان از افغانستان می و طالبان از افغانستان می. این می سیاست ما هیچ نفهمیدم. جنرال صاحب خداوند مغفرت کنه جنرال صاحب عبدالرازق خان استگزی قهرمان ملی را. ما خودم در قندار بودم. یک بار چند تا حمله کرد سر پاکستانی را پاکستان. کشته پاوجار؟ چرا همون رو برات سوال تا جواب میتونم جنرال صاحب. ما چشم آها. دیدم براتون میگم. یک دفعه حمله کرد بچه را بود یک دانه تانگ شاور که در قماندانی استاد کرده بود. بار دوم در دوران خدا بیامرزش او شهید شد. کی آمد در دوران تادم خان خود ما از وظیفه آمده بودیم. حتی بایکای ما هم از تانگ تا نکرده بودیم که قمانده شد گفت حرکت کنید. ضیاء الحق مومن میگه از جلال آباد است، قماندان قطعه ما بود. مکمل استاد کرد پرسونال استاد کرد. گفت سری پاک تورخم گفت این رقم حالت از گفت میرین اون اسوین بولدک همه پس در تانگ و لنجر شیشتیم حرکت کردیم رفتیم. همه ما حرکت کردیم دوباره اونجا رفتیم که همه از دروازه و طرف چیزی که کم بود خیمه داشت هر چیز داشت کلگی شد گد ورد کرد. پیش از اینکه ما برسیم سرحدی هم چه کاری را کردن. اما بعد از وقتی که مثلا شما آمدین جنرال صاحب رازق خداوند مغفرت کنه 10 بار بسته کرد دروازه را. از دورانی که طالب آمده کدام دروازه را بند کرد تورخم باشه اسپین بولدک باشه. جنرال صاحب رازق خداوند مغفرت کنه چند دفعه دروازه را بسته کرد جنرال صاحب. ما یک این چیزی هم را تو برات کاری ما بود. بگویم. دمی وقت جنرال رازق یا حکومت سابق 40 کیلومتر در سپین بولدک و مسیر دیگه است که یک نامش اتخاب قریه نامش بود. از اوج پاکستانیا پیش آمده بود. یکی دوم اگر جنرال رازق دشمن پاکستان بود پس از آمدن طالبا به صدها قماندانایش یا در کویته و پشاور زندگی میکنه. چی رقم دشمنی بود او بچه کاکا؟ با چند کیلومتر شما پیشروی کردین، چرا سیمی خاردار تا اوجا را آمد؟ ما اینی پرسان میکنم. جنرال رازق دشمن پاکستان بود، سیمی خاردار چطور پاکستان در بولدک تیر کرد؟ تیر نشده؟ دروازه را چطور جور کرد؟ در وقت جنرال رازق جور نشد. تورخم دروازه ش افتتاحش کی کرد؟ در وقت حکومت نشد. والی چی جلال آباد میاخیل می نامش از چیست، او دروازه را رسمی نکرد، افتتاح نکرد. امی 2700 کیلومتر سیمی خاردار کرد. یال چرا تیر نمیتونه؟ یالی اونمو 40-50 کیلومترش که مانده تا بال اونمو تمانده. این ما دشمنی وظیفه جعلی در بود قندار به بچه جنرال صاحب کاکا. قبول دارم گفتن او طرفایش او طرفای گفتن صحیح شاید هر کاری باشه. ما خودم در جایی که در قندار بودم وقتی از 40 کیلومتر راه قندار شما میگین که پیش آمده بود لوای سه سرحدی اونجا بود. خود ما قماندان ما گفتم که از جلال آباد به ضیاء الحق مومن نام دارن. خود ما امین رفتیم با گفته از ما امر جنرال رازق خداوند مغفرتش کنه با جمعی شهدای جمهوریت و کلگی ابامو رفتیم. ما میذاره چه کردیم؟ ما خودم چیزی را ندیدیم. که 40 کیلومتر راه پیش آمده باشه دیگه جنرال صاحب چشم دیدم نه از تو برسان دمی میدم. بولدک در بولدک دروازه که جور شده ای را دیدی؟ خرید کدام وقت جور شد بچه کاکا؟ شاید در دوران رازق نبوده باشه، پیش از اون شده باشه، گفته نمیتونم. بود شاید که جنرال رازق اول قماندان امنیه بولدک بود در اولای جمهوریت. باز از بولدک آمد به قندهار که دمی پسانا آمد. او از اول تا به آخر دمو بولدک بود، خانیش بود. در وقت اونما شروع شد امی سیم خاردار، در وقت اونمو جمهوریت تیر شد. ما میگم که اینمی هر کسی که باشه اینمی منافقت است که میگه پاکستان پاکستان پاکستان، اما میکشه مردم خوده. ما قطع یک جنرال پاکستانی در یک تلویزیون رویبروی شدم، او بر ما بسیار گپای چتی زد. ما جوابش همه تو پوست کنده دادم. تو باور به خدا کو که بسیار مشکلات یعنی سرچی شد. ما میگم که ما اگر تا وقتی که منافقت پاکستان کشورهای همسایه را
فراتر از افغانستان، از همسایگیری منافقت از یار درک نکنیم، نفهمیم. ما نه مولای شکار دارم، نه جنرال شکار دارم، نه دکتر شکار دارم، نه سیاسی شکار دارم، و نه به خیر وطنم است. ما دکتر ما که دکتر دندان باشه، سرطان علاج مرا کنه، ما او را قبول دارم. دکتر دندان باشه هیچ پروا نمیکنه. اما متخصص سرطان پاکستان باور به خدا که ما اعتبار ندارم. بسیاری از کلانهای ما را، بسیاری از افغانهای ما را یا پیشکاری های زهر دادن. اینا میال دوا را که رایی میکنه، دواهای را رایی میکنه در طول 20 سال، 40 سال، 50 سال که ما را از پا در آورده. ایجا یک بازار سیاه حاکم است. تجارای ما نمیخواه که دوای خوب، نان خوب، آرد خوب، چیزی خوب ما استعمال کنیم یا جور کنیم. کارخانه های نمیال بیش از 1500 کارخانه افغانستان الحمدلله داره که در وقت کم و تمش در وقت امارات هم جوده. شیخ چه شد جنرال از اینترنت ضعیفی میکنه. ضعیفی میکنه. نواب خان میشه برادر میره بگی صرف نمک یک سوال من حیث یک